روز سه‌شنبه از جنوب لبنان به اسرائیل 15 موشک و یک راکت ضد تانکی پرتاب شد. این هم نگرانی ها از خطر پیوستن گروه حزب الله را به جنگ بیشتر کرده است. این گروه لبنانی زیر حمایت ایران دانسته می شود. مقامات اسرائیل می گویند آماده‌اند در دو جبهه بجنگند، اما به ساکنان آسایشته هشدار دادند که منطقه را ترک کنند. بنا به آمارهای اخیر شمار کشته شده ها در اسرائیل به بیش از 1200 نفر رسید. در این میان صدها نفر مردم آسایشته و 14 شهروند آمریکا بودند. 130 نفر را همان حماس در اسارت نگه می دارد. در پاسخ اسرائیل چند روز بازنوار غزه را موشکباران می کند. مقامات این کشور گفتند دو مقام بلندپایه حماس را نابود کردند. تعداد کشته شده ها در پی موشکباران اسرائیل به غزه هم افزایش یافته است. بیش از 950 فلسطینی کشته شدند. 300,000 نفر خانه های خود را ترک کردند. خیابان های غزه به خاک یکسان شدند. ما برای نجات جان خود از عبسان گریختیم. بالای سرمان با موشک ضربه می زدند. به ما گفتند که به خان یونس بیاییم. اگر در خانه های خود می ماندیم می مردیم. به کوچه برایم کشته می شویم. ای برادر عزیزم، وی از یک جا به جای دیگر می گریخت. برادر خوبم، روحت شاد باد. وزیر دفاع اسرائیل گفت کشورش طوری قرار بود تلاش دارد نوار غزه را به محاصره کامل بگیرد و حماس را نابود کند. اسرائیل آب و برق در این منطقه را قطع کرد. مقامات تندرستی در غزه از بحران بشری هشدار می‌دهند. با گفته یوسی کوپرواسر، کارمند سابق نهاد اکتشافی اسرائیل، این کشور با دعوت 300,000 سرباز ذخیروی به حمله‌های زمینی آمادگی می‌گیرد. ما با این هدف نیروهای زیادی را سفربر کردیم و همه در حالت آمادگی قرار دارند. نوابسته از آن که چی روی می‌دهد یا کی، اما خیلی مهم است که همه بدانند آنها آماده‌اند. به باور وی در حمله حماس به اسرائیل ایران دست دارد. 1500 جنگجوی این گروه که روز شنبه به اسرائیل وارد شده بودند کشته شدند. مقامات اسرائیلی میگویند درگیری دست کم چند هفته ادامه خواهد کرد.